در بازار گوشت نباشد، همه میدونیم همین نقطه های بسیار از ساعت یعنی 6 ساعت در بازار پر از گوشت است. گوشت چرگای کلان شاخدار، گوشت چرگای میده شاخدار، گوشت پرنده پر است. بیان نگفتن در کار است. نه طبقه قیمت شده وابسته است و طلبات است، بخصوص طلبات استعمالی اهالی. بعضی نیکه اهالی کشورمان خوب شده ایستاده است. وقتی وضع خوبتر شد باز ما نیاز داریم به محصولات بهتر برای بیشتر تامین نمودن اهالی. ما اینجا خرید کردن نقشه چاره‌بینی های ایلاوگی آیدی استحصال گوشت پرنده کردیم که ما تصمیم گرفتیم که در مدت 3-4 سال آخر استحصال آن را به 65,000 تونه یعنی 9 مرتبه زیاد نماییم. آیدی مثلا چاره‌جویی رو کرده شده. استاد ببخشید همین در همین قسم است. بسیاری بعضی اون خصوبه که ما صحبت کردیم اینو به این نظر هستند که وقتی که از همین شهر گاو و گوسفند بیرون کردن گوشت قیمت شد. خوب شد که چرگای را در شهر بیرون کردن. از جهت بعضی مثلا زوگیگینی و سانیتاری و تجهیزاتی گیریم در شهر پرورش نمودن این چرگا منع است. در یکان دولت جهان این دیده نمی‌شود. ما گفتیم چراگاه‌های زیاد داریم، خواجگاه‌های امکانات‌های زیادی داریم که در خواجگاه‌های دهقانی بیرون از شهر چرگا رو پرورش نماییم. برای امروز حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط‌ها افضلیت‌ها داده است. مثلا در ساحه پرنده پروری خواجگاه‌های هم انفرادی هم خواجگاه‌های جمعیتی پورا از همه پرداخت آزاده. من باز یک قرار دیگر و تصویب رسید این آزاد نمودن ساحه موری پروری از تمام پرداخت و اندازه. این با اون امکانات بهتر که در آینده نزدیک هم استحصال گوشت پرنده هم ماهی زیاد گردد. چراگاه ما امکانات داریم که باز ما خود شاخدار را در چراگاه ها زیاد کنیم برای که امکانات هست و عاقلانه استفاده برای چراگاه ها اهمیت جدی داده ما در کار است. یکی از مسائلی که در نزد ما ایستاده است این راه‌های چهارراه‌گذر است. در بعضی حالت‌ها از همون چارچوبه‌ای که به واسطه زمینی که جدا کرده‌اند کمک گازوده داشتن می‌برند. واسه از این تریستی چراگاه و مدیریتی وزارت کشاورزی باید این مسئله کار کرده است. اون نفری که مثلا به واسطه سرکشی می‌کند و سفارش ترس راجع نمی‌کند با واسطه شرکت‌های با واسطه دیگر مقامات‌ها این عملی کرده است که وقتی چاروا هنگام راندن چاروا و چراگاه‌های تابستانه و برگشت آنها اون مسئله جدی پیدا می‌شود.